سلام بچه‌ها، امیدوارم خوب باشین. میخوایم با هم ویدیوهای آزمون اصلی رانندگی دبی رو تمرین کنیم که بعد از مهاجرت راحت قبول شین. اینجا 5 تا ویدیو داریم که هر کدوم 25 ثانیه پخش میشه و بعد شما 15 ثانیه وقت دارین تا جواب درست رو انتخاب کنین. لایک و شیر و سابسکرایب یادتون نره، ما رو به دوستاتون معرفی کنین. بعد از هر کلیپ 3 تا گزینه نمایش داده میشه و باید روی گزینه درست کلیک کنید. با دقت به ویدیو نگاه کنید. بعد از شروع شدن ویدیو باید منتظر خطر باشین که از جلو به ماشین ما نزدیک میشه. معمولا خطرها آخر ویدیو پیدا میشن، ولی با دقت نگاه کنید و یادتون نره فقط 15 ثانیه وقت داریم برای جواب دادن. خب دقت کنید که شما داخل این ماشین هستید و از دید راننده با خطرها مواجه میشین. با دقت به فیلم نگاه کنید. خودرو رنج‌آور بدون دقت میپیچه جلوی خودرو قرمز که کنار شما قرار داره. پس خطر برای شما خودرو قرمز محسوب میشه. تو ویدیو دوم شما در حال رانندگی تو اتوبان شیخ زاید هستید. دقت کنید این موتور سوار با سرعت میاد و رد میشه و بلا فاصله یه موتور سوار دیگه از همون مسیر میاد. موتور سوار دوم که به شما نزدیک تره خطر محسوب میشه. پس اینجا جواب میشه گزینه 2. خب دوباره شما در اتوبان شیخ زاید در حال رانندگی هستید. با دقت به فیلم نگاه کنید. از سمت راست ماشین قرمز که داره به اتوبان وارد میشه برای شما خطر به حساب میاد. خب دوباره در اتوبان شیخ زاید دبی در حال رانندگی پشت ماشین SUV هستید که مسیرش رو ناگهانی تغییر میده و این برای شما خطر به حساب میاد. بچه‌ها خیلی به این ویدیوها دقت کنید، دقیقاً همین‌ها تو امتحان اصلی میاد. سمت راست خیابون یه اتوبوس رو می‌بینیم که خراب شده و کنار ایستاده. دقت بکنید در اتوبوس داره باز میشه و این خطر به حساب میاد. خب ویدیو بعدی توی خیابون در حال رانندگی هستید. کم کم به تقاطع که چراغ راهنمایی داره نزدیک میشید که محل عبور ترام هم هست. چراغ سبز هست و میتونید عبور کنید، ولی به خطکشی‌های زرد وسط خیابون دقت کنید. ماشین سفید اونجا ایستاده تو ترافیک و این برای شما خطر به حساب میاد.
خب تو ویدیو بعدی همونطور که میبینید مه همه جا رو گرفته و خیلی دید راننده ها رو محدود میکنه. میتونید ببینید از سمت راست ماشین ها دارن به بزرگراه وارد میشن. پس برای شما خطر ماشین هایی هستن که از سمت راست به بزرگراه وارد میشن چون دید خوبی ندارن. تو ویدیو بعدی شما در حال رانندگی توی خیابون دو طرفه در شب هستید. به سمت راست که دقت کنید دوچرخه سوار میبینید که داره میاد به سمت شما. پس دوچرخه سوار جواب درست ما هست. توی جاده بیابونی در حال رانندگی هستیم که دو طرفه هست و کمی شن وارد جاده شده. سمت راست یه ماشین در حال حرکت هست و از روبرو یه ماشین دیگه با سرعت زیاد داره میاد و به خاطر شن وسط جاده احتمالاً میاد به سمت شما. پس این ماشین خطر به حساب میاد. ویدیو بعدی طوفان شن رو مشاهده میکنیم و میبینیم که چقدر دید رو ضعیف کرده. به خط آبر که برسیم یه دوچرخه سوار میبینیم که از راست میاد و یه آبر پیاده از چپ که جلوی صورتش رو گرفته. پس آبر پیاده خطر به حساب میاد. توی این ویدیو رانندگی خارج شهر رو داریم توی جاده بارونی. همونطور که معلومه دید خیلی ضعیفه. میبینیم وسط جاده آب جمع شده و جلوی اون یه ماشین که خراب شده ایستاده. پس برای شما آب وسط جاده خطر به حساب میاد. دوباره رانندگی تو فصل بارونی رو داریم. ماشین سمت چپ داره لیز میخوره اما چون از مسیر منحرف نمیشه برای شما خطرناک نیست. چراغ رو که رد میکنید میبینید این ماشین داره لیز میخوره و کنترلش رو از دست میده. پس جواب درست این خودرو هست. ویدیو بعدی هوا خوبه و آفتابی. در حال رانندگی تو خیابون هستید. به سمت راست میپیچید. اینجا نور خورشید کاملا دید شما رو مختل میکنه. پس خطر برای شما تابش نور خورشید به حساب میاد. توی این ویدیو من فکر میکنم نزدیک مدرسه باشه. سمت راست بچه ها رو میشه دید که بازی میکنن. یهو یه توپ پرت میشه تو خیابون و حتما یه بچه میدوه تا توپش رو برداره. سمت راست تصویر رو نگاه کنید. بچه رو میبینید. پس بچه اینجا خطر به حساب میاد.
خب دوباره محدوده مدرسه، میشه حد زد دوباره خطر بچه باشه. خب اتوبوس مدرسه در حال ایستادنه و تابلو توقفش رو هم میشه دید. به سمت چپ که دقت کنید 2 بچه رو میبینید که دارن میدوئن به سمت اتوبوس. پس اینجا بچه ها خطر به حساب میان. تو این ویدیو عابر پیاده رو میبینیم. همیشه به عابر پیاده راه بدین که رد بشه. سمت چپ تصویر یه عابر پیاده میبینیم که میخواد از خیابون عبور کنه. پس خطر برای شما عابر پیاده به حساب میاد. دوباره یه عابر پیاده میبینیم و بهش راه میدیم حتی اگر خط عابر نباشه. به خط عابر که میرسید یه عابر پیاده میبینید که داره با موبایل حرف میزنه و حواسش نیست. پس خطر برای شما به حساب میاد. خب توی این ویدیو رانندگی در شب رو داریم. خیلی دقت بکنید چون تو شب دید خیلی ضعیف میشه. به سمت راست که دقت کنید متوجه یه خانوم با لباس مشکی میشید که برای شما خطر به حساب میاد. اینجا در حال رانندگی توی جاده بیابونی هستید. به علامت هشدار عبور حیوانات دقت کنید. حتی سمت راست یک شتر رو میشه دید. بعد از سراشیبی چند شتر نزدیک جاده میبینید که اونا برای شما خطر به حساب میاد. دوباره یه جاده بیابونی 2 طرفه و نسبتا شلوغ رو داریم. بعد از سراشیبی دقت کنید. ماشینی که از روبرو میاد و سعی میکنه سبقت بگیره برای شما خطر به حساب میاد. در حال رانندگی هستین. ماشین‌های مختلفی می‌بینین و کامیون. بچه‌ها احتمالاً کامیون خطر باشه چون داره بار میبره. بله، جعبه هایی که از کامیون میفته برای شما خطر به حساب میاد. توی جاده 2 طرفه خارج شهر در حال رانندگی هستید. خط ممتد که تموم میشه از کامیون سبقت میگیرن. اینجا این ماشین از روبرو سبقت گرفته و برگشته به لاین خودش و ماشین سفید که داره سبقت میگیره برای شما خطر به حساب میاد.
تو این ویدیو در حال رانندگی کنار یک کامیون هستی. جلوتر به میدان نزدیک میشین که باید بپیچید. ماشینی که سعی داره از کامیون سبقت بگیره خطر به حساب میاد. توی خیابون شهری در حال رانندگی هستید. جلوتون یه کامیون هست که با سرعت کمی حرکت میکنه و شما سعی میکنید ازش سبقت بگیرید. ناگهان کامیون هم راهنما میزنه و میخواد بپیچه، پس کامیون خطر به حساب میاد. در حال رانندگی هستین و به چراغ قرمز میرسید. پشت چراغ صبر میکنید. بعد از ثبت شدن میبینید که دوچرخه سوار میاد به سمت شما، پس دوچرخه سوار جواب درسته. داخل شهر در حال رانندگی هستید. سمت راست شما یک موتوری داره حرکت میکنه. جلوتر یه ماشین سمت راست درش رو باز میکنه که باعث میشه موتور سوار به سمت چپ بیاد، پس جواب درست موتور سوار هست. داخل شهر در حال رانندگی هستید و به محدوده مدرسه نزدیک میشین. شما سعی میکنید که از اتوبوس مدرسه سبقت بگیرید که اشتباهه، پس خطر برای شما اتوبوس مدرسه به حساب میاد. تو این ویدیو در حال رانندگی تو شهر هستید. سمت چپ تاکسی هست و سمت راست مسافر که دنبال تاکسی میگرده، پس خطر برای شما خودرو تاکسی به حساب میاد. چراغ سبز میشه و حرکت میکنید. به عابر پیاده راه میدین. جلوتر یه عابر میبینین که میخواد از خیابون رد شه، پس عابر پیاده خطر به حساب میاد. دوباره شما در حال رانندگی توی جاده بیابونی هستید که موتورهای 4 چرخ اونجا حضور دارن. دقت کنید همشون پرچم دارن تا از فاصله دیده بشن. سمت راست چند تا پرچم میبینید، یعنی موتورها دارن وارد جاده میشن، پس برای شما خطر به حساب میاد.